سلام و درود دوستان هواداره کانال و خصوصا مردم کشاورز. خدا یار و مددگار هر یکایی که شما باشد. دوستان عزیز ما خواستیم در سال هر یک کار آغازش هست و انجامش هست. امیدوار هستم البته اینکه این آخرین نوار ما باشد در سر فلک بوی عبدالغفار سال 2025 در سر فلک خربزه چمپیون با نام چمپیون که بوی عبدالغفار نامگذاری کرده هستند. دعواگر بران هستند که این تخمی را خطی رحمتی اکوشون گیبرید کردگی بودن و همین خربزه را خودشون نامگذاری کردن چمپیون. و خواستیم یک نواری آخران کنیم تو اینکه یک انجام همین نوارهای ما در سر فلک بوی عبدالغفار باشد. شاید در اون جای دیگه ما رفته نوار کنیم، اما همین آخران نوار میشه گوییم در همین سر فلک بوی عبدالغفار در حدود زمین های عقیده زرافشان. و در این یک چیز گفته گذارم، چون گفتم یک خلاصه بندی کنم کامنتاری دوستا را در بابت بوی عبدالغفار، چون بسیاری میگن که این چی است، این مست است. التماس این چیزا رو ننویسید، چون من طول 3 سال است که بوی عبدالغفار شناس هستم. چون من این بوی رو پیش وقتا میدیدم، اما اون خیلی در نزدیک ما همصحبت نمیشیم. اگر شما سخنی من باور کنید، من طول 3 سال میشد با همه اکا گویم بوی عبدالغفار همکاری دارم. من بار ندیدم در دهنشون بوی عرق برامدگی باشد. این آدم پراس آدم احساساتی هستن، یکی به احساسات داده میشن و یگان خیلی پویدینی های دیگر خیلی میکنن و در نظر دیگران میتواند که های اکا مست بودن گفته. نه، اکا مست نیستن. راستی گفت طول 3 سال است که من خطی اکا کار فعالیت من در همین سیزون تربوز و خربوز همین اکا رو من مست چون ندیدم. خیر، در کسب کار این که از خداوند برکات عطا کند. واقعا دهقان اصیل هستند، خیلی زحمت میکشن، خودشون همین زمین سرشته میکنن. خلاصه اون خیلی یاردمچی میبرن، همین کار خودشون تجربه بوی دارن. کسانی که من بسیاری ها مینداری کرده هستن، چون رقم تلفنی بابا رو گذاشتگم بعضی سوال جواب ها کرده، گویم جوابای مفید گرفته هستن ابوی عبدالغفار. خیلی خداوند کسب کارشون برکتیت. اینجا 2 خربزه رو آوردن اینجا، خدا خواهد یکیشه یک مزش میچشیم، چون مردم ما مردم مسجو و علاقس مردم دهخان، چون سر فلکش کسی آید حتما از همون محصولاتش برای مهمون پیشنهاد میکنند. ابو عبدالغفار السلام علیکم، کسب کار شما خداوند برکته. برکات بابای محمد جان، خدا خواهد این نوار آخرین ما است در سر زمین. خدا خواهد ما 2025 جنبست میکنیم. شما ببینید فلک سرسبز است، فلک در چی گم در افزایش است. خربوزه کلون کرده نه فلک. شما میبینید، من تعریف نمیکنم. فلک نه این روز چندم است؟ 16 ایول. نه برگشت فلک. های بعضی جاش وایش دیگه ایسو به گرمی شده بود که ایسو سخت گرمی شده بود، نه برگو بعضی سوختگی اینه. ایسو گرمیش سخت شده بود، نه بر سوختگی بود. برادران میبخشید من اما کامنتارهای شما کم تر ناراضی هستم. من آدمی چی گم، یک آدمی چیز گم گپ زنم و زیر. من التماس برادران، من عرق نمی نوشم. من اولادم همش نمازخون حاجی و اشرگی. من این گپای نزنه التماس. همین نوار ما برای همین است بسیارتر. نه که من برادران من همین چیز در دهنم گرفتگی نیستم. همین چیز نصیب ممنون کنم. من اوجه برادران این در این دنیای فانی اوجه من 52 سالش دیگه هستم. 52 سال عمر دیدم. من اوجه قدمم لب گور اوجه روز تا روز نزدیک شده. گوش کنید یا بسیاری برادری ما ناراضی کردن، میگن خربزه فچ است. میگن نه بوی محمد جان، شما یک من شما وقتی 3 سال باز همکاری میکنم. من بوی محمد جان 3 سال من خربزه 2 تا خربزه
دو تا همیش کنده منم خربوزان همی خام است آزرین دیسته خام است این خام است خربوزا آزر هم دو تا خربوزی میمونه اینجا یک دو شما انتخاب کنید چپ و راست البته راستش خوب است راست همی راست کشمی از طرف من راست از طرف شما این طرف ها آمین بسم الله الرحمن الرحیم منه فقط ما چیگم تلفن ما با واسطه تلفن هستیم نمیتونیم شما مزیم خربوزی وای کردن فقط التماس دروغ نمیگی حقیقت میگی نه ساش نی خربوزه نه آبش رخصو ده نه بالا کلون که میدارم باگه ببارن نه یعنی آبش بینه نه اگر خربوزی برادرها فش باشد و آب ندارد خربوزی بی آب فش میبده نه یعنی نصیبی کنه بسم الله باور میکنه اصل شیرینه نکشه دویا نکشه ایش گم داره نکشه باید دافت چی میکشه همش میفهمیم که یک دیگر چی فرقیت داره همین گفتی خودم باید دافر اگر یک خربوز فروشن 10 چی میکشن برای مردم باید دلی وسیع دارم خدا نگهدارشون شود دیسته نه خیلی مزاش من دیده امین ازبکا همین چیز میگو ابیوم میگو امین ابیوم اگر خربوزه چقدر ابیومش زیاد باشد همه وزنش وزمین است انا خربوزی مورد دیده این سال ابیومش کم نه ابیومش کم نه درون دیده دونه دیده انا ابیوم کم حساب این خربوزی ما امسال حساب گرمی اومد هوا خربوزه نه اونقدر وزن سنگین وزن نیست نه که در زمین هست خربوزه سنگین وزن برای چی بابای عبدالغفور تا حال پلک شما سبز ایستاده است میبخشید ابوی مهاجم من برای مثال هم خیلی آب میتیم که خربوزی من بوی آب میفهمم نه دیسو دیدن نه خربوزه آزرین این خامه ای خربوزه من نشون میتیم انا زمین دیده نه کلیون کنه نه من میدارم ها بین زمین نه هم خیلی آب میتیم که همین نام همین زمین من خیلی راست کردم که همین خاک دیده نه خاک لحم این خاک این فقط باید ما دعا کنیم حق همون آدمایی که همین زمینه راست کردگیان ما دعا کنیم در حق فاتحه کنیم و مانند برای مثال همین در قهرمانا در همین زمین برای مثال قهرمان نشون دادن در دوره شوروی و مانند رجب نوروز یک قهرمان مهنت سوسیالیستی بود اشتراکی جنگ بزرگی وطنی بود و در حق خلق زرافشان بسیار سهم ارزنده گذروندگی سهم خودش همین زمینای همون مردک آورد که با سرداری اون مردک شما میبینید این جوی تو به این جوی میگذره از من شما یک خربوزه نشون میتونم خربوزه چمپیون باید همه خیلی شده و ازبک بچه گفتگی بود که خربوزه 10 کیلو گفتگی بودن چند کیلو گفتگی بود؟ فراموش کردم 10 کیلو نه خربوزه 10 کیلو خربوزه نه 10 کیلو زیاده کم نه ما بر نمیکشیم خواهیم بود دوستو دستری پلی که با عبدالغفور یک کمی نور کردیم ویدیو رو پیسند دارد البته کسانی که گویم اگر ویدیومون پیسند شده نباشد حتما تماشا نکنن لیکن هستن مخلصای با عبدالغفور که تماشا میکنن سخنه خوب میگن نسبتی بابا خدا یار و مددگار هر من یک چیز گفتنی هستم که کدام آدمه که به من مراجعت کنه من دستم اونده که چیزی یارده میکنم مسئله تخم خربوزه مسئله دارو مسئله چی 2026 من خدا میدونم 2026 من گفتگی بس میکنم گفتگی نه که ممکن من کارم سال میام دیگه چون که من رکوردم نموندم این سال رکورد 2025 نتایستم من مانند 2024 من باید رکورد خودم نشون میدادم نتایستم نصیبم نکرد 2026 ممکن من در آینده باز زمین بسیارتر کارم از 4 هکتار تا 6 هکتار همین پلان در نظرم هست عدلم بسکنی بود بسیارتر مردم گفت این طرحی کم میکرد حساب نیست برای مثال بسیارتر مردم ها مینویسه در کامنت‌ها ها من خودم نشون میدم 2026 که چه قدرت دارم در چند هکتار زورم میرسه یک خودم خدا خواهد ان شاء الله نصیب باشد
اگر عمر باقی ماند گفتی شما با این مهاجم 2026 نصیب باشد با میبینیم. خدا خواهد اگر خدا نصیب کند اگر. ها خدا یار و مددگار دعاگو باشه دوستان نسبتی با عبدالغفار و نسبتی تمام دهقانای جمهوری که هم خیلی پلکاشون سرسبز و محصولات فراوانی را به دست آورند و به بازار جمهور برای هر یک شهروند تایستانی تقدیم کنند این نمود محصولات های با صفت خود را. خدا یار و مددگار سربلند و 16 ایل حالا هم بیارشون سرسبز با خیلی اوجو باز بره خدا نگهدار شما، سلامت و سربلند باشید دوستو.